از لحاظ فیصدی کار سربند حدوداً 40% کارش پیش رفته و فعلا در 3 فاز تنها در خود سربند، یعنی در 3 ناحیه و 3 نقطه کار جریان داره که یکی خود دروازه کنترلی است و دیوارهای تحکیماتی پایانده است و دیوارهای تحکیماتی بالاده است و همچنان در ساحه اسپیلوی یا پرچاوی خود کانال کار جریان داره و در ضمن قسم که شما اشاره کردین که اونجا بلوک‌های کانکریتی ریختش یا به خاطر تحکیمات خود سواحل دریای آمو. خود ما صدها جوانای دیگه در اینجا مصروف کاربار در کانال قشتیپه است و ما از این کار ما روزی حلال و نفقه خود به دست میاریم و از کار ما راضی هستیم. انشالله که دیگه هم پروژه در افغانستان مثل پروژه کانال قشتیپه زیاد شود و جوانای ما بتانه در کانال کار کنه یا پروژه دیگه، پروژه کلان که بیا جوانای ما از مهاجرت به کشورهای دیگه مثلا ترکیه یا که ایران جلوگیری کنه در کشور خود ما برشان کار فراهم شود. از ولسوالی کلدر هستیم، اینجا کار میکنم شب و روز. الحمدلله این پروژه یک دستمایه افغانستان است. انشاءالله ما مردم از مش بتمنت انشاءالله شب روز انشاءالله کار میکنم. ما مردم خوشحال هستیم به خاطر اما کانال جور شو و آباد شو، ما خوشحال هستیم انشاءالله. در حدود 1.5 سال است کار به شدت با سرعت جریان داره و نیروی کاری اینجا مکمل شکر الحمدلله از انجینر گرفته تا موتروان و تیمای تکنیکی همگیش افغانی ماست، از خود ماست، برادرای ما و شماست و دیگه کار که از به روی بسیار بالا همگی کار که برایستن دیگه مکمل موادایی که استفاده میشه در سایه اینتیک در سربند کلش از سر داخل مکمل موادای خود داخل تولید وطن ماست.